خلاصه کتاب جادوی شکرگزاری راندابرد. کتاب جادوی شکرگزاری یک راهنمای عملی برای تغییر زندگی از طریق قدردانی و شکرگزاری آگاهانه است. نویسنده معتقد است که اگر یاد بگیریم به جای تمرکز بر کمبودها از داشته‌هایمان شکرگزار باشیم، جهان اطراف ما با معجزه پاسخ می‌دهد. ایده اصلی کتاب شکرگزاری نیرویی است که انرژی مثبت را فعال می‌کند و باعث جذب نعمت، عشق، ثروت، سلامتی و شادی می‌شود. وقتی شکرگزاری را در زندگی روزمره وارد کنیم، اتفاقات خوب یکی یکی ظاهر می‌شوند. ساختار کتاب شامل 28 تمرین روزانه است که هر کدام به یک جنبه از زندگی می‌پردازند. روز اول شکرگزاری برای آنچه اکنون داری. روز دوم تمرکز بر نعمات گذشته. روز پنجم شکرگزاری برای پولی که داری حتی اگر کم است. روز چهاردهم شکرگزاری برای روابط. روز 21 سپاسگزاری برای سلامتی و در نهایت روز 20 بهشتم به تثبیت این عادت می‌پردازد. چند تمرین مهم. هر روز 10 برای شکرگزاری بنویس. قبل از خواب به بهترین اتفاق روز فکر کن و برایش سپاسگزار باش. هنگام خرج کردن پول با لبخند و شکرگزاری این کار را انجام بده. به آدم‌های اطرافت نعمت بنگر. 9 مشکل. پیام نهایی کتاب: اگر می‌خواهی زندگیت را تغییر دهی، فقط یک راه وجود دارد: شکرگزاری. جهان به فرکانس سپاسگزاری پاسخ می‌دهد و وقتی آگاهانه قدردان باشی، زندگیت جادویی می‌شود.